دستاورد مهمی در حوزه جنگنده ها هست. این یک جنگنده با طراحی کاملا بومی و ساخت مهندسین و طراحان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع هست. ویژگی‌های منحصر به فرد این جنگنده داره، از جمله اون شکل اون و فرم اون هست که این تقریباً کم نظیر هست در دنیا. این شکل و این فرم، قدرت پرواز در سطح پایین، در ارتفاع بسیار پایینی که این جنگنده داره، رادار گریزی و سطح مقطع پایین راداری که در این جنگنده پیش بینی شده، قدرت مانور بالا، قدرت حمل سلاح در درون بدنه، قدرت نشست و برخاست در باند کوتاه از جمله ویژگی‌های این جنگنده هست. تحت الستار أن الطائرة تمتاز بقوة هجومية فائقة وزوايا رادارية صغيرة وقدرة على التحليق والقيام بعمليات حربية بارتفاعات منخفضة للغاية، لافتا إلى استخدام مواد متقدمة في هيكلها وأنظمة إلكترونية معقدة، كما أنها تمتلك القابلية على حمل أسلحة متطورة مصنعة محليا. وأضاف أن هذه الطائرة لديها القابلية على الطيران والهبوط باستخدام مدارج صغيرة وصيانتها بسهولة. دستاوردی دیگر از متخصصان داخلی در ارتقاء توانمندی‌های دفاعی، رونمایی از جنگنده جدید ساخت ایران در سومین روز از دهه مبارک فجر.